سلام، من برگشتم دوباره بعد از این غیبت خیلی طولانی. برای اینکه واقعا کسی که قراره مثلا کار یوتیوب بکنه، کار بلاگری بکنه یا هر تولید محتوایی با فضاهای مجازی انجام بده، واقعا به یه وقت آزاد بیشتری احتیاج داره. نمیگم حالا مثلا اصلا کار نکنه، ولی واقعا طوریه که تو باید محتوا رو تولیدش کنی، ادیتش کنی، براش وقت بذاری، که فکر کنی که چی بگی و این کار خیلی راحتی نیست. و توی تایمی من خیلی شلوغ شده بودم، یعنی طوری بود که هنوزم همینطوریه، ولی سعی میکنم که بتونم هندلش کنم. مثلا 2 جا کار میکنم، بعد تو خونه هم مشتری میگیرم، کار خونه هست، به هر حال فعالیتایی که مثلا برای خودمه، حالا من باشگاه رفتن، خرید کردن و اینا، اینو باعث شده بود که این کاری که میخواستم انجام بدم یه استرس اضافی برام بود و من سعی کردم که یه مدتی اینو قطعش کنم تا به یه روال عادی برگردم، تا بتونم دوباره ادامهش بدم، برای اینکه احساس میکنم که یوتیوب خیلی میتونه به مردم کمک کنه. من امروز میخوام در مورد گواهینامه گرفتن توی انگلیس صحبت کنم. اول توی این ویدیو توضیح میدم که اصلا چطوریه داستانش، حدوداً قیمتاش چطوریه، مراحلش رو بهتون توضیح میدم. توی ویدیو بعدی میگم که من برای گرفتن گواهینامه چیکار کردم. ما وقتی که اومدیم انگلیس، بچه‌ها بهمون گفتن که مثلا تو از همین الان که اقدام کنی تا 6 ماه آینده مثلا نمیتونی گواهینامه تو بگیری. چرا؟ برای اینکه خیلی اینجا دیر وقت میده. مثلا الان بوک میکنی، مثلا 5-6 ماه دیگه مثلا میتونی برای تست درایوینگت اقدام کنی، یعنی بگیری و بری امتحان بدی. ولی خب اولش باید تو اون تئوریه رو بدی، پاس کنی، بعد بتونی برای امتحان عملی بوک کنی. میری تو سایت گاورمنت، اول درخواست گواهینامه میدی، اطلاعاتتو پر میکنی، بعد یه چیز بوده 30 پوند خورده ای اگه اشتباه نکنم، خیلی نیست، پرداخت میکنی. بعد برات یه نامه ای میاد دم خونه که بعد اون نامه رو پرش کنی دوباره دستی و اون کارت اقامتتو بذاری توی پست، توی یه دونه پاکت، چون خودش همه چیزو میده و اینو پستشون کنی براشون و خودش هم میگه اگه مثلا تا یه مدتی مطمئنی از این کارت به این کارت احتیاج نداری، مثلا اینو بفرست، چون معلوم نیست چقدر طول بکشه، ولی خیلی طول نمیکشه. من یادم دفعه اول که ما این کار کردیم، خب ما اون موقع کارت اقامتمون رو لازم داشتیم، چون داشتیم اقدام کردیم برای شنگن گرفتن. اینم حتما توی ویدیو براتون توضیح میدم. و ما اون کارت رو احتیاج داشتیم. خب زمان برد تا ما بخوایم مثلا اون کار رو انجام بدیم و دیگه اون کارت رو لازم نداشته باشیم. بعد این یه دونه ددلاینی داشت برای گواهینامه. برای همین از اون تاریخی که گذشت ما هنوز پست نکرده بودیم، برامون یه دونه چک به اسممون فرستادن دم خونه، پولمون رو برگردوندن. یعنی نگفتن که اگه شما شرکت نکردین این پولتون خورده میشه و دوباره باید اقدام کنین و پول پرداخت کنین. یه دونه چک اومد به دم خونهمون، ما اونو با اپ بانکمون اسکن کردیم. فقط هم خودمون میتونیم کار بکنیم، چون ما مشخصات ما، بر همین مثلا اگه کسی هم پیداش کنه نمیتونه براش پول رو نقدش کنه. و اون پول برگشت به حسابمون. ما دوباره اقدام کردیم. بعد از اینکه اون نامه رو پر میکنی و اون کارت اقامتت رو میفرستی، با پست بعدی کارت اقامت با یه دونه درایوینگ لایسنس ال واسهتون میاد که روش بزرگ نوشته ال و شما زمانی میتونین با این رانندگی کنین که یک نفر کنارتون بشینه با مشخصات این که حتما 3 سال از گواهینامه گرفتنش گذشته باشه. حالا ایرانی، اگه ایرانی گواهینامه ایرانی داشته باشه قبول نیست، فقط گواهینامه انگلیسی و اروپا، فکر میکنم کانادا و آمریکا هم باشه، بازم باید چک کنین. ولی مثلا فکر کنم یه سری کشورها مثل ما نمیتونن اون آدمایی که مثلا گواهینامه ایرانی یا مثلا یه سری کشورها که مجاز نیستن کنارت بشینن. برای همین من اون موقع با کمک دوستم الهه، اون موقع خودش هنوز گواهینامه چیزش رو نداشت، انگلیسیش رو نداشت. بعد از این مدت هم تازه گرفته بود. من اوایل با اون میشستم، اون چون گواهینامه یک کشور دیگه اروپایی داشت، من میتونستم کنار اون رانندگی کنم. و حتما باید 2 تا برچسب ال بگیرین، جلو عقب ماشینتون بذارین که کسانی که دارن تو خیابون رانندگی میکنن بدونن که تو یه تازه کاری و مواظب رفتارشون باشن، نمیدونم صبور باشن، بوق نزنن برات، عصبانی نشن و اگه تو یه خطایی کردن اونا منتظر این خطای باشن، چون تو تازه شروع کردی. و همون موقع که گواهینامه الت میاد میتونی اقدام کنی برای تئوری تستت که اونم دوباره توی گاورمنت میری، سایت گاورمنت میری،
مشخصاتتو پر میکنی، درخواست میدی، وقت میگیری، میری امتحان میدی. امتحانش هم اگه انگلیسیت خوب باشه و رانندگی بلد باشی خیلی سخت نیست، یعنی با یه دور خوندن سوالا میتونی بری پاس کنی. خب برای من خیلی سخت بود. من خب زبانم خیلی خوب نیست، در حد مثلا مکالمه خیلی ساده داشتنه، کلمات قلم به سر رو نمیشناسم. راستش رو بخوای من 2 بار رفتم امتحان دادم و پاس نشدم و اون 2 بارم من فقط سوالا رو همینطوری فقط خونده بودم تا ته رفته بودم، هیچ تمرین دیگه ای نکرده بودم. که برای خوندن تئوری هم یه دونه اپلیکیشنه بهتون معرفیش میکنم. میری اونجا 770 تا سواله و با یه سری ماک تست داره و یه سری هم سوالات مثلا 20 دقیقه 10 دقیقه بعد سریع جوابش بدی. و من برای بار سوم و برای بار آخر تصمیم گرفتم که واقعا بخونم و برم که پاس کنم. 50 تا سواله، از این 50 تا باید 43 تاشو درست بزنین و اینکه یه 14 تا هم هازارد داره، یعنی 14 تا ویدیو میاد تو انگار که داری رانندگی میکنی، مثلا تو پشت تصویری که داری میبینی انگار تو یه راننده‌ای و باید این مثلا خطراتی که برات مثلا تو رانندگی مثلا چه میدونم یهو یه ماشینی داره با سرعت وارد تقاطع میشه یا مثلا یهو یه موتوری میبینی، بعد روی صفحه کلیک کنی که اونم توی همون اپلیکیشن نمونه داره و میتونین برین تمرین کنین و خودش هم تو امتحان مثلا یه ویدیو اولش بهتون نشون میده، راهنماییتون میکنه که باید کلیک کنین. اگه مثلا خیلی دیر متوجه شین و کلیک کنین مثلا یه امتیاز داره، اگه به موقع کلیک کنین مثلا 5 امتیاز رو میگیرین. اونم یه امتیاز، خاطرم نیست چند امتیازیه، ولی خب اونم یه بازه‌ای داره، نگرانش نباشین، خیلی هم سخت نیست واقعا اگه مثلا به عنوان یا راننده دارین رانندگی میکنین مطمئنا حواستون به همه جا هست و میتونین راحت اونم جواب بدین. خب حالا من چطوری این امتحان رو خوندم این سری و رفتم قبول شدم؟ برای اینکه زبانم خوب نبود من شروع کردم، حالا من اینطوری شروع کردم، شما میتونید از سوالاش شروع کنید. من شروع کردم ماک تستاشو همینطوری خوندم و هر کدوم که نمیدونستم با گوشیم یه دونه اسکرین شات گرفتم، رفتم متنشو کپی کردم دادم به چت جی پی تی و ازش خواستم که بهم کمک کنه تو ترجمهش. تمام سوالا رو ترجمهشو خوندم و شروع کردم یک بار از اول 770 تا سوال رو تست کردن زدن. یعنی یه هفته به خودم فرصت دادم، گفتم که من تو این یه هفته باید تمام این سوالا رو، یعنی تقریبا روزی 100 تا 110 تا بخونم و این کارو کردم. بر خودم ددلاین گذاشتم و شروع کردم خوندن. بعد از اینکه 770 تا رو خوندم در همون حینم اگه مثلا یه سوالی رو دوباره ترجمهش رو یادم نیومد دوباره همون کارو کردم، ترجمهش رو از چت جی پی تی پرسیدم و وقتی که داری تست میزنی، تستی که غلط میزنی دوباره میره توی مثلا یه چیز جدای دیگه، تو میتونی بری انتخاب کنی و دوباره اون غلطایی که زدی دوباره مرور کنی و من همون روز غلطای اون روز رو دوباره مرور میکردم و قبل از اینکه مرورش کنم میرفتم به چت جی پی تی میدادم ترجمهش میکرد، بعد شروع میکردم دوباره تست زدن. بعد از اینکه یه هفتم تمام شد من همه رو خوندم و برای امتحانم بود کردم، گفتم خب من مثلا برای یه هفته دیگه میگیرم و یه هفته دیگه به خودم فرصت میدم که اینو مرورش کنم. بعد از اینکه اون یه هفته رو خوندم رفتم تو دوباره سایت گاورمنت برای بوک کردن تئوری تستم. خب من اولش گرفتم مثلا برای 1 ماه دیگه وقت خالی داشت، من خیلی ناراحت شدم و اینو، چون مثلا دیگه واقعا حوصله نداشتم 1 ماه دیگه هم مثلا بخوام براش زمان بذارم. بوک کردم، حالا گفتم که مثلا حالا یه کاری میکنم و اینا. بعد از شوهرم پرسیدم، گفت میتونی بری تو سایت مثلا چک کنی، اگه وقت خالی هست تغییرش بدی. با هم رفتیم چک کردیم، دیدیم که برای هفته آینده دقیقاً اون چیزی که من می‌خواستم وقت خالی داشت و من یه هفته دیگه دوباره مرور کردم و رفتم امتحانمو دادم و خیلی راحت پاس شدم. اصلا انگار که دیگه تمام سوالا رو حفظ بودم، یعنی نگاش می‌کردم می‌دونستم جوابش چیه. یک کوچولو بعضی سوالاش متفاوت بود، مثلا برای کسایی میگم که خیلی حفظ می‌کنن، برای کسایی که زبانشون خوبه و اینا مطمئنا نگرانی نداره. ولی خب خدا رو شکر پاس شدم، تموم شد. برای امتحان عملی رفتم بوک کنم که اونم دوباره میری تو سایت گاورمنت، هزینه‌اش 60 پوند نزدیک 70 پونده. رفتم تو سایت، مثلا اون وقت رو گرفتم، مشخصاتم رو دادم و یه دونه وقت بر خودم گرفتم که مثلا بر من تقریبا همون 5-6 ماه بعد وقت خالی بود
و من سعی کردم که من توی شهر داربی زندگی میکنم. شاید بعضی هنوز ویدیوهای قبلی منو ندیده باشن. من شهر داربی انگلیس زندگی میکنم و اکثر بچه‌ها میگفتن کسایی که داربی امتحان میدن خیلی سخته و مثلا هیچ کس نمیتونه دفعه اول قبول بشه. خب خیلی میدون داره، یه سری قوانین رانندگی توی شهر وجود داره که مثلا ما تو ایران واقعا تجربهش نکردیم. شاید شنیده باشیم ولی هیچ وقت واقعا رعایتش نکردیم. وقتی میری برای امتحان عملی بوک کنی، یه سری شهرهای نزدیک اطرافت هم میاره که مثلا اگه داربی خالی نداره مثلا از شهرهای اطرافتو بگیری. من یه شهر دیگه گرفتم. اولین مثلا وقت خالی که بود مثلا مال یه شهر دیگه بود، گفتم اشکال نداره، چون میتونی هی بری سایتو چک کنی، وقت تو تغییر بدی، شهرتو تغییر بدی، هیچ مشکلی پیش نمیاد. فقط اینو بهت میگه که مثلا تا مثلا یه هفته 2 هفته قبلش اگه میخوای عوض کنی مثلا بهت یه ددلاین میده که تا اون موقع مهلت داری عوضش کنی. اگه خیلی نزدیک به امتحانت باشه بخوای عوض کنی پولت میپره و تو دوباره برای یه وقت دیگه بعد دوباره پول پرداخت کنی. ولی اگه مثلا تقریبا 2 هفته 3 هفته قبلش این کارو بکنی لازم نیست که پولو دوباره پرداخت کنی. من برای شهر دیگه گرفتم و همینطوری میخواستم برم که چک کنم که مثلا اگه جای دیگه وقت خالی داره مثلا اون رو بگیرم. توی شهر ما معمولا اکثرا بچه‌ها برتن رو گرفتن. اگه شهر داربی هستین یه شهر کوچیکیه و مثلا خیلی سخت نیست به نسبت داربی. و اینکه 2 تا اپلیکیشن میتونین بگیرین وقتی که امتحانتون رو بوک میکنین. یه دونه اپلیکیشن برای اینکه میرین مثلا بهش میزنین که مثلا من فلان موقع وقتمه، وقت خالی برام مثلا برای این شهر رو این روزا مثلا میتونین بهش چیز بدین، آپشن بهش بدین که مثلا این روزا این ساعت باشه و مثلا چون من یه موقع میرین سر کار فقط 2 روز در هفته آف داریم، مثلا برام فقط سه شنبه و چهارشنبه برای این شهر و این شهر اگه وقت خالی بود برام بوک کن. حالا یه دونه اپلیکیشن بود قبلا خودش اتو بوک این کار رو انجام میداد برات، ولی جدیدن دیگه اون تو اپ استور یا تو مثلا چیزای دیگه نیستش، نمیدونم برای اندروید یادم نمیاد چی بود، توی اون نیست. یه دونه اپلیکیشن دیگه بود که پولی هم هستن اینا. من 11 و 99 پنس پرداخت کردم. اون فقط به هم یه دونه نوتیفیکیشن میداد یه دونه وقت خالی شده، بعد من میرفتم خودم بعد روش میزدم و دوباره مشخصات گواهینامه‌مو نمیدونم پسوردم اینا رو میزدم و میرفتم مثلا تا من میادم این کارو بکنم خلاصه پر شده بود دیگه، یعنی مثلا به این نمیرسه. من این زحمت رو گردن همسرم انداختم چون واقعا تو این چیزا خیلی زرنگ و تیزه و دقیقا همون روزی که بهش گفتم برام شبش همینطوری داشت میرفت چک میکرد، یهو گفتش که 2 روز دیگه برای داربی خالی داره. حالا من قرار نبود داربی امتحان بدم ولی خودم همین چند دقیقه قبلش داشتم میگفتم که یعنی میشه یه برای 2 روز دیگه وقت خالی شه من برم امتحانم بدم راحت شم. حالا هیچ تمرینی هم نکرده بودم، اینو حتما براتون توی ویدیو دیگه توضیح میدم که داستانش چی بود. و خلاصه اینطور شد که من یهو بدون هیچ آمادگی برای 2 روز آینده برای تو شهر خودمون وقت بوک کردم و رفتم امتحانمو دادم و خدا رو شکر برای بار اولم قبول شدم. حالا بماند که چقدر استرس داشتم و چقدر سخت بود. این پروسه گواهینامه گرفتنه و اینکه یه اپلیکیشن دیگه هم هست تا یادم نرفته، مثلا برای کسایی که خب رانندگی بلدن، نمیدونم حالا یه سری آدما کنارشون نشستن قوانین رو بهشون گفتن، حالا بدونه که بخوان کسی رو به عنوان چی بهش میگن، کسی که بهتون یاد میده اینستراکتور بدون مربی آموزش رانندگی مثلا بخواید تمرین کنی. یه دونه اپلیکیشن دیگه هست که مثلا برای هر شهری جاهایی که مثلا مسیرایی که امتحان گیرنده ها میبرن و مثلا داره، میتونی بری توش تمرین کنی و این هم خیلی خوبه برای وقتی که مثلا خودتون میخواین تمرین کنین با یه نفری غیر از مربی رانندگی. اینا رو براتون مشخصاتش و اپلیکیشنشون میذارم. امیدوارم که براتون مفید باشه و موفق باشین. پروسه شیرین و خیلی سختیه و واقعا هم تو انگلیس هزینهش خیلی نیست. من با کسایی که مثلا کشور دیگه صحبت میکنم، مخصوصا برای کسایی که برای دفعه اول میخوان گواهینامه بگیرن، من شنیدم برای آلمان مثلا یه چیز حدود
3-4 هزار یورو پول گواهینامه از هزینه گواهینامه گرفتن. حالا برای کسی که گواهینامه داشته و مثلا حالا بین‌المللیش کرده و اینا یه ذره شرایط فرق میکنه که من اونا رو نمیدونم. حالا اگه بتونم میتونم با بچه‌ها یه مصاحبه داشته باشم، اینم براتون معرفی کنم و بچه‌ها راهش و اینا رو بهتون بگن. موفق باشین. خدا نگهدار.